روزتون بخیر. امروز میخوام سگ ولگرد از صادق هدایت رو بخونم. همین. چند دکان کوچک نانوایی، قصابی، عطاری، 2 قهوه‌خانه و 1 سلمانی که همه آنها برای سد جوع و رفع احتیاجات خیلی ابتدایی زندگی بود، تشکیل میدان ورامین را میداد. میدان و آدم‌هایش زیر خورشید قهار، نیم سوخته، نیم بریان شده، آرزوی اولین نسیم غروب و سایه شب را می‌کردند. آدم‌ها، دکان‌ها، درخت‌ها و جانوران از کار و جنبش افتاده بودند. هوای گرمی روی سر آنها سنگینی می‌کرد و گرد و غبار نرمی جلوی آسمان لاجوردی موج می‌زد که به واسطه آمد و شد اتومبیل‌ها پیوسته به غلظت آن می‌افزود. یک طرف میدان درخت چنار کهنی بود که میان تنش پوک و ریخته بود، ولی با سماجت هرچه تمامتر شاخه‌های کج و کوله نقرسی خود را گسترده بود و زیر سایه برگ‌های خاک‌آلودش یک سکوی پهن بزرگ زده بودند که 2 پسر بچه در آنجا به آواز رسا شیر برنج و تخم کدو می‌فروختند. آب گلالود غلیظی از میان جوی جلوی قهوه‌خانه به زحمت خودش را می‌کشاند و رد می‌شد. تنها بنایی که جلب نظر می‌کرد برج معروف ورامین بود که نصف تنه استوانه‌ای ترک ترک آن با سر مخروطی پیدا بود. گنجشک‌هایی که لای درز آجرهای ریخته آن لانه کرده بودند نیز از شدت گرما خاموش بودند و چرت می‌زدند. فقط صدای ناله سگی فاصله به فاصله سکوت را می‌شکست. این یک سگ اسکاتلندی بود که پوزه کاهدودی و به پاهایش خال سیاه داشت، مثل این که در لجنزار دویده و به او شتک زده بود. گوشهای بلبله، دم براق، موهای تابدار چرک داشت و 2 چشم باهوش آدمی در پوزه پشمالود او می درخشید. در ته چشمهای او یک روح انسانی دیده می شد. در نیم شبی که زندگی او را فرا گرفته بود، یک چیز بی پایانی در چشمهایش موج می زد و پیامی با خود داشت که نمی توان آن را دریافت، ولی پشت نینی چشم او گیر کرده بود. آن نه روشنایی و نه رنگ بود، یک چیز دیگر باور نکردنی، مثل همان چیزی که در چشمان آهوی زخمی دیده می شود بود. نه تنها یک تشابه بین چشمان او و انسان وجود داشت، بلکه یک نوع تساوی دیده می شد. 2 چشم میشی پر از درد و زجر و انتظار که فقط در پوزه یک سگ سرگردان ممکن است دیده شود. ولی به نظر می آمد که نگاه‌های دردناک پر از التماس او را کسی نمی دید و نمی فهمید. جلوی دکان نانوایی پادو او را کتک می زد. جلوی قصابی شاگردش به او سنگ می پراند. اگر زیر سایه اتومبیل پناه می برد، لگد سنگین کفش میخدار شوفر از او پذیرایی می کرد. و زمانی که همه از آزار به او خسته می شدند، بچه شیر برنج فروش لذت مخصوصی از شکنجه او می برد. در مقابل هر ناله‌ای که می کشید 1 پاره سنگ به کمرش می خورد و صدای قهقهه بچه پشت ناله های سگ بلند می شد و می گفت بدمصب صاحب. مثل این که همه آنهای دیگر هم با او همدست بودند و به طور موذی و آب زیر کاه از او تشویق می کردند. می زدند زیر خنده. همه محض رضای خدا او را می زدند و به نظرشان خیلی طبیعی بود سگ نجسی را که مذهب نفرین کرده و 7 تا جان دارد برای ثواب بچزانند. بالاخره پسر بچه شیر برنج فروش به قدری پاپه او شد که حیوان ناچار به کوچه‌ای که طرف برج میرفت فرار کرد. یعنی خودش را با شکم گرسنه به زحمت کشید و در راه آبی پناه برد. سر را روی 2 دست خود گذاشت، زبانش را بیرون آورد و در حالت نیم خواب و نیم بیداری به کشتزار سبزی که جلوش موج میزد تماشا میکرد. تنش خسته بود و اعصابش درد میکرد. در هوای نمناک راهاب آسایش مخصوصی سر تا پایش را فرا گرفت. بوهای مختلف سبزه‌های نیمه جان، 1 لنگه کفش کهنه نم کشیده، بوی اشیاء مرده و جاندار در بینی او یادگارهای درهم و دوری را زنده کرد.
هر دفعه که به سبززار دقت می‌کرد میل غریزی او بیدار می‌شد و یادبودهای گذشته را در مغزش از سر نو جان می‌داد. ولی این دفعه به قدر این احساس قوی بود، مثل اینکه صدایی بیخ گوشش او را وادار به جنبش و جست و خیز می‌کرد. میل مفرطی حس کرد که در این سبزه ها بدود و جست بزند. این حس موروثی او بود. چه همه اجداد او در اسکاتلند میان سبزه آزادانه پرورش دیده بودند. اما تنش به قدری کوفته بود که اجازه کمترین حرکت را به او نمیداد. احساس دردناکی آمیخته با ضعف و ناتوانی به او دست داد. یک مشت احساسات فراموش شده، گم شده، همه به هیجان آمدند. بیشتر او قیود و احتیاجات گوناگون داشت. خودش را موظف می‌دانست که به صدای صاحبش حاضر شود، که شخص بیگانه و یا سگ خارجی را از خانه صاحبش بتاراند، که با بچه صاحبش بازی بکند، با اشخاص دیده شناخته چجور تا بکند، با غریبه چجور رفتار بکند، سر موقع غذا بخورد، به موقع معین توقع نوازش داشته باشد. ولی حالا تمام این قیدها از گردنش برداشته شده بود. همه توجه او منحصر به این شده بود که با ترس و لرز از روی زبیل تکه خوراکی به دست بیاورد و تمام روز را کتک بخورد و زوزه بکشد. این یگانه وسیله دفاع او شده بود. سابق او با جرأت بیباک، تمیز و سرزنده بود، ولی حالا ترسو و توسری خور شده بود. هر صدایی که میشنید و یا چیزی نزدیک او تکان میخورد به خودش میلرزید. حتی از صدای خودش وحشت میکرد. اصلا او به کثافت و زبیل خو گرفته بود. تنش میخارید. حوصله نداشت که ککهایش را شکار بکند و یا خودش را بلیسد. او حس میکرد که جزو خاک روبه شده و یک چیزی در او مرده بود. خاموش شده بود. از وقتی که در این جهنم دره افتاده بود 2 زمستان میگذشت که یک شکم سیر غذا نخورده بود. یک خواب راحت نکرده بود. شهوتش و احساساتش خفه شده بود. یک نفر پیدا نشده بود که دست نوازشی روی سر او بکشد. یک نفر توی چشمهای او نگاه نکرده بود. گرچه آدمهای اینجا ظاهراً شبیه صاحبش بودند، ولی به نظر می آمد که احساسات و اخلاق و رفتار صاحبش با اینها زمین تا آسمان فرق داشت. مثل این بود که آدمهایی که سابق با آنها محشور بود به دنیای او نزدیکتر بودند. دردها و احساسات او را بهتر می‌فهمیدند و از او بیشتر حمایت می‌کردند. در میان بوهایی که به مشامش می‌رسید، بویی که بیش از همه او را گیج می‌کرد بوی شیر برنج جلوی پسر بچه بود. این مایه سفید که آنقدر شبیه شیر مادرش بود و یادهای بچگی را در خاطرش مجسم می‌کرد. ناگهان یک حالت کرختی به او دست داد. به نظرش آمد وقتی که بچه بود از پستان مادرش آن مایه گرم مغذی را میمکید و زبان نرم محکم او تنش را میلیسید و پاک میکرد. بوی تندی که در آغوش مادرش و در مجاورت برادرش استشمام میکرد، بوی تند و سنگین مادرش و شیر او در بینیش جان گرفت. همین که شیر مست میشد بدنش گرم و راحت میشد و گرمای سیالی در تمام رگ و پی او میدوید. سرسنگین از پستان مادرش جدا میشد و یک خواب عمیق که لرزه های مکیفی به طول بدنش حس میکرد دنبال آن میآمد. چه لذتی بیش از این ممکن بود که دستهایش را بی اختیار به پستانهای مادرش فشار میداد. بدون زحمت و دوندگی شیر بیرون میآمد. تن کرکی برادرش، صدای مادرش، همه اینها پر از کیف و نوازش بود. لانه چوبی سابقش را به خاطر آورد، بازی‌هایی را که در آن باغچه سبز با برادرش می‌کرد. گوش‌های بلبله او را گاز می‌گرفت، زمین می‌خوردند، بلند می‌شدند، می‌دویدند و بعد یک همبازی دیگر پیدا کرد که پسر صاحبش بود. در ته باغ دنبال او می‌دوید. پارس می‌کرد، لباسش را دندان می‌گرفت. مخصوصاً نوازش‌هایی که صاحبش از او می‌کرد. قندهایی که از دست او خورده بود هیچ وقت فراموش نمی‌کرد. ولی پسر صاحبش را بیشتر دوست داشت چون همبازیش بود و هیچ وقت او را نمی‌زد. بعدها یک مرتبه مادر و برادرش را گم کرد. فقط صاحبش و پسر او و زنش با یک نوکر پیر مانده بودند.
بوی هر کدام از آنها را چقدر خوب تشخیص می‌داد و صدای پایشان را از دور می‌شناخت. وقت شام و نهار دور میز می‌گشت و خوراک‌ها را بو می‌کشید و گاهی زن صاحبش با وجود مخالفت شوهر خود یک لقمه پرمهر و محبت برایش می‌گرفت. بعد نوکر پیر می‌آمد، او را صدا می‌زد: پات، پات، و خوراکش را در ظرف مخصوصی که کنار لانه چوبی او بود می‌ریخت. مست شدن پات باعث بدبختی او شد، چون صاحبش نمی‌گذاشت که پات از خانه بیرون برود و به دنبال سگ‌های ماده بیفتد. از قضا یک روز پاییز صاحبش با 2 نفر دیگر که پات آنها را می‌شناخت و اغلب به خانه‌شان آمده بودند، در اتومبیل نشستند و پات را صدا زدند و در اتومبیل پهلوی خودشان نشاندند. پات چندین بار با صاحبش به وسیله اتومبیل مسافرت کرده بود، ولی در این روز او مست بود و شور و اضطراب مخصوصی داشت. بعد از چند ساعت راه در همین میدان پیاده شدند. صاحبش با آن 2 نفر دیگر از همین کوچه‌ای کنار برج گذشتند، ولی اتفاقاً بوی سگ ماده‌ای، آثار بوی مخصوص همجنسی که پات جستجو می‌کرد، او را یک مرتبه دیوانه کرد. به فاصله‌های مختلف بو کشید و بالاخره از راه آب باغی وارد باغ شد. نزدیک غروب 2 مرتبه صدای صاحبش که گفت پات، پات، به گوشش رسید. آیا حقیقتاً صدای او بود و یا انعکاس صدای او در گوشش پیچیده بود؟ گرچه صدای صاحبش تأثیر غریبی در او می‌کرد، زیرا همه تعهدات و وظایفی که خودش را نسبت به آنها مدیون می‌دانست یادآوری می‌نمود، ولی قوه مافوق قوای دنیای خارجی او را وادار کرده بود که با سگ ماده باشد، به طوری که حس کرد گوشش نسبت به صداهای دنیاهای خارجی سنگین و کند شده. احساسات شدیدی در او بیدار شده بود و بوی سگ ماده به قدری تند و قوی بود که سر او را به دوار انداخته بود. تمام عضلاتش، تمام تن و حواسش از اطاعت او خارج شده بود، به طوری که اختیار از دستش در رفته بود. ولی دیری نکشید که با چوب و دستبیل به هوار او آمدند و از راه‌ها بیرونش کردند. پات گیج و منگ و خسته، اما سبک و راحت، همین که به خودش آمد به جستجوی صاحبش رفت. در چندین پس کوچه بوی رقیقی از او مانده بود. همه را سرکشی کرد و به فاصله های معینی از خودش نشانه گذاشت تا خرابه بیرون آبادی رفت، دوباره برگشت، چون پات پی برد که صاحبش به میدان برگشته، ولی از آنجا بوی ضعیف او داخل بوهای دیگر گم می شد. آیا صاحبش رفته بود و او را جا گذاشته بود؟ احساس اضطراب و وحشت گوارایی کرد. چطور پات می توانست بی صاحب، بی خدایش زندگی بکند، چون صاحبش برای او حکم یک خدا را داشت، اما در این حال مطمئن بود صاحبش به جستجوی او خواهد آمد. هراسناک در چندین جاده شروع به دویدن کرد. زحمت او بیهوده بود. بالاخره شب خسته و کوفته به میدان برگشت. هیچ اثری از صاحبش نبود. چند دور دیگر در آبادی زد. عاقبت رفت دم راه آبی که سگ ماده در آنجا بود، ولی جلوی راه آب را سنگچین کرده بودند. پات با حرارت مخصوصی زمین را با دستش کند تا شاید بتواند داخل باغ بشود، اما غیر ممکن بود. بعد از آنکه مایوس شد، در همانجا مشغول چرت زدن شد. نصف شب پات از صدای ناله خودش از خواب پرید. هراسان بلند شد. در چندین کوچه پرسه زد، دیوارها را بو کشید و مدتی ویلان و سرگردان در کوچه ها گشت. بالاخره گرسنگی شدیدی احساس کرد. به میدان که برگشت بوی خوراکی های جور به جور به مشامش رسید. بوی گوشت شب مانده، بوی نان تازه و ماست. همه آنها به هم مخلوط شده بود. ولی او در عین حال حس می کرد که مقصر است و وارد ملک دیگران شده. باید از این آدم‌هایی که شبیه صاحبش بودند گدایی بکند و اگر رقیب دیگری پیدا نشود که او را بتاراند، کم کم حق مالکیت اینجا را به دست بیاورد و شاید یکی از این موجوداتی که خوراکی‌ها در دست آنها بود از او نگهداری بکند. با احتیاط و ترس و لرز جلوی دکان نانوایی رفت که تازه باز شده بود و بوی تند خمیر پخته در هوا پراکنده شده بود. یک نفر که نان زیر بغلش بود به او گفت بیا، بیا. صدای او چقدر به گوشش غریب آمد و یک تکه نان گرم جلوی او انداخت.
پات هم پس از اندکی تردید نان را خورد و دمش را برای او جنبانید. آن شخص نان را روی سکوی دکان گذاشت، با ترس و احتیاط دستی روی سر پات کشید. بعد با هر دو دستش قلاده او را باز کرد. چه احساس راحتی کرد. مثل اینکه همه مسئولیت‌ها، قیدها و وظیفه‌ها را از گردن پات برداشتند. ولی هم که دوباره دمش را تکان داد و نزدیک صاحب دکان رفت، لگد محکمی به پهلویش خورد و ناله کنان دور شد. صاحب دکان رفت و به دقت دستش را لب جوی آب کر داد. هنوز قلاده خودش را که جلوی دکان آویزان بود می شناخت. از آن روز پات به جز لگد، قلب سنگ و ضرب چماق چیز دیگری از این مردم عایدش نشده بود. مثل اینکه همه آنها دشمن خونی او بودند و از شکنجه او کیف می بردند. پات حس می کرد وارد دنیای جدیدی شده که نه آنجا را از خودش می دانست و نه کسی به احساسات و عوالم او پی می برد. چند روز اول را به سختی گذرانید، ولی بعد کم کم عادت کرد. به علاوه سر پیچ کوچه دست راست جایی را سوراخ کرده بود که آشغال و زبیل در آنجا خالی می کردند و در میان زبیل بعضی تکه های خوشمزه مثل استخوان، چربی، پوست، کله ماهی و خیلی خوراکی های دیگر که اون نمی توانست تشخیص بدهد پیدا می شد. و بعد هم باقی روز را جلوی قصابی و نانوایی می گذرانید. چشمش به دست قصاب دوخته شده بود، ولی بیش از تکه های لذیذ کتک می خورد و با زندگی جدید خودش سازش پیدا کرده بود. از زندگی گذشته فقط یک مشت حالات مبهم و محو و بعضی بوها برایش باقی مانده بود. هر وقت به او خیلی سخت می‌گذشت، در این بهشت گم شده خود یک نوع تسلیت و راه فرار پیدا می‌کرد و بی اختیار خاطرات آن زمان جلوش مجسم می‌شد. ولی چیزی که بیشتر از همه پات را شکنجه می‌داد احتیاج او به نوازش بود. او مثل بچه‌ای بود که همه‌اش توسری خورده و فوش شنیده، اما احساسات رقیقش هنوز خاموش نشده. مخصوصاً با این زندگی جدید پر از درد و زجر بیش از پیش احتیاج به نوازش داشت. چشمهای او این نوازش را گدایی می‌کردند و حاضر بود جان خودش را بدهد در صورتی که یک نفر به او اظهار محبت بکند و یا دست روی سرش بکشد. او احتیاج داشت که مهربانی خودش را به کسی ابراز بکند، برایش فداکاری بنماید، حس پرستش و وفاداری خود را به کسی نشان بدهد، اما به نظر می آمد هیچ کس احتیاجی به ابراز احساسات او نداشت. هیچ کس از او حمایت نمی کرد و توی هر چشمی نگاه می کرد به جز کینه و شرارت چیز دیگری نمی خواند. و هر حرکتی که برای جلب توجه این آدم ها می کرد مثل این بود که خشم و غضب آنها را بیشتر برمیانگیخت. در همان حال که پات توی راهاب چرت میزد چند بار ناله کرد و بیدار شد، مثل اینکه کابوس‌هایی از جلوی نظرش میگذشت. در این وقت احساس گرسنگی شدیدی کرد. بوی کباب میآمد. گرسنگی غداری تمام درون او را شکنجه میداد، به طوری که ناتوانی و دردهای دیگرش را فراموش کرد. به زحمت بلند شد و با احتیاط به طرف میدان رفت. در همین وقت یکی از این اتومبیل‌ها با سر و صدا و گرد و خاک وارد میدان ورامین شد. مردی از اتومبیل پیاده شد، به طرف پات رفت، دستی روی سر حیوان کشید. این مرد صاحب اون نبود. پات گول نخورده بود، چون بوی صاحب خودش را خوب می شناخت. ولی چطور یک نفر پیدا شد که او را نوازش کرد؟ پات دمش را جنبانید و با تردید به آن مرد نگاه کرد. آیا گول نخورده بود؟ ولی دیگر قلاده به گردنش نبود برای اینکه او را نوازش بکنند. آن مرد برگشت، دوباره دستی روی سر او کشید. پات دنبالش افتاد و تعجب او بیشتر شد، چون آن مرد داخل اتاقی شد که او خوب می شناخت و بوی خوراک ها از آنجا بیرون می آمد. روی نیمکت کنار دیوار نشست. برایش نان گرم، ماست، تخم مرغ و خوراکی های دیگر آوردند. آن مرد تکه های نان را به ماست آلوده می کرد و جلوی او می انداخت. پات اول به تعجیل، بعد آهسته تر آن نانها را می خورد و چشم های میشی خوشحالت و پر از عجز خودش را از روی تشکر به صورت آن مرد دوخته بود و دمش را می جنبانید. آیا در بیداری بود و یا خواب می دید؟
پات یک شکم غذا خورد بیان که این غذا با کتک قطع بشود. آیا ممکن بود یک صاحب جدید پیدا کرده باشد؟ با وجود گرما آن مرد بلند شد، رفت در همان کوچه برج، کمی آنجا مکث کرد. بعد از کوچه های پیچ و واپیچ گذشت، پات هم به دنبالش تا اینکه از آبادی خارج شد. رفت در همان خرابه‌ای که چند تا دیوار داشت و صاحبش هم تا آنجا رفته بود. شاید این آدم‌ها هم بوی ماده خودشان را جستجو می‌کردند. پات کنار سایه دیوار انتظار او را کشید. بعد از راه دیگر به میدان برگشتند. آن مرد باز هم دستی روی سر او کشید و بعد از گردش مختصری که دور میدان کرد، رفت در یکی از این اتومبیل‌ها که پات می‌شناخت نشست. پات جرأت نمی‌کرد بالا برود. کنار اتومبیل نشسته بود و او را نگاه می‌کرد. یک مرتبه اتومبیل میان گرد و غبار به راه افتاد. پات هم بی‌درنگ دنبال اتومبیل شروع به دویدن کرد. نه، او این دفعه دیگر نمی‌خواست این مرد را از دست بدهد. له له می‌زد و با وجود دردی که در بدنش حس می‌کرد با تمام قوا دنبال اتومبیل شلنگ برمی‌داشت و به سرعت می‌دوید. اتومبیل از آبادی دور شد و از میان صحرا می‌گذشت. پات 2-3 بار به اتومبیل رسید ولی باز عقب افتاد. تمام قوای خودش را جمع کرده بود و جست و خیزهایی از روی ناامیدی برمی‌داشت. اما اتومبیل از او تندتر می‌رفت. او اشتباه کرده بود. علاوه بر این که به اتومبیل نمی‌رسید، ناتوان و شکسته شده بود. دلش ضعف می‌رفت و یک مرتبه حس کرد که اعضایش از اراده او خارج شده و قادر به کمترین حرکت نیست. تمام کوشش او بیهوده بود. اصلا نمی‌دانست چرا دویده. نمی‌دانست به کجا می‌رود. نه راه پس داشت و نه راه پیش. ایستاد، له له می‌زد. زبانش از دهانش بیرون آمده بود. جلوی چشمهایش تاریک شده بود. با سر خمیده به زحمت خودش را از کنار جاده کشید و رفت در یک جوی کنار کشتزار. شکمش را روی ماسه داغ و نمناک گذاشت و با میل غریزی خودش که هیچ وقت گول نمیخورد حس کرد که دیگر از اینجا نمیتواند تکان بخورد. سرش گیج میرفت. افکار و احساساتش محو و تیره شده بود. درد شدیدی در شکمش حس میکرد و در چشمهایش روشنایی ناخوشی میدرخشید. در میان تشنج و پیچ و تاب دستها و پاهایش کم کم بی‌حس میشد. عرق سردی تمام تنش را فرا گرفت. یک نوع خنکی ملایم و مکیفی بود. نزدیک غروب 3 کلاغ گرسنه بالای سر پات پرواز می‌کردند، چون بوی پات را از دور شنیده بودند. یکی از آنها با احتیاط آمد نزدیک او نشست. به دقت نگاه کرد. همین که مطمئن شد پات هنوز کاملا نمرده است، دوباره پرید. این 3 کلاغ برای درآوردن 2 چشم میشی پات آمده بودند. تمام. من نعیم صالحی، اینجا رادیو خاناک.